هم کمری 2025 وارداتی قراره تو سامانه یک پارچه خودروهای وارداتی عرضه بشه و جانبازی نیست. می‌بینید که طرح جذابی جلو پنجره‌اش داره، زیر سپر قرار گرفته و داره فید میشه تا آخر سپر. چه مشخصات فنی داره؟ یه موتور 2 لیتر تنفس طبیعی داره، در کنار موتور برقیش میتونه 197 هسته بخار و حدوداً 260 نیوتن متر گشت‌آور تولید کنه. گیربکسش هم ECVT که قدرت رو به چرخ‌های جلو منتقل میکنه. 2025 میتونید صندلی شاگرد رو از عقب هم تنظیم کنیم. حالا چه آپشنایی رو با هم داریم؟ اینجا شارژر وایرلس رو می‌بینید، خروجی‌های شارژر تایپ C رو با هم اینجا می‌بینیم. گیربکسمون ECVT اوتو هولد داریم، توماس پارکمون بقیه، کولرمون دواله که میتونید از اینجا تنظیم کنین. کورس کنترل تطبیقی، رادار نقطه کور، رادار تصادف از جلو رو با هم داریم، رادار بین خطوط و میشه گفت ایداس سطح 2.5 رو هم داریم. نورباله اتوماتیک، کنترل پایداری هم اینجا داریم. رادار نقطه کور هم میبینید که روی آینه قرار گرفته. سقفمون مون روفه، یعنی هیچ شیدی نداره که سقف رو بپوشونید، سقف کاملا شیشه است. میشه از طراحی کمری 2025 گفت عاشقش میشید.